این هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام آشولاش ولایت و آخوند رئیسی که زور میزنه تا یه جوری این آبکش رو بتونه کاری کنه. اختلافی اگر بود راه حلش شعله ور کردن اختلاف نیست، راهش خاموش کردن اختلافه، خاموش کردن شعله اختلافه. مبادا شما تلاش بکنید به جای این که مشکل رو حل بکنید بر مشکل بیفزایید. آخوند رئیسی در حالی از این روزه ها میخونه که همریشش تو قضاییه اینطوری بهش لگد میزنه. امروز ما باید حکمرانی خوبی را برای این مردم عرضه بداریم. امروز ما نسبت به این مردم، معیشت این مردم مسئول هستیم. امروز بعضی از این مردم عزیز ما در فشار هستند، در تنگنا هستند. امروز این مردم انتظار دارند، توقع دارند ظلم نباشه، فساد نباشه، تبعیض نباشه. خلاصه این که این سگ دعواها تو نظام ولایت روز به روز داره بالا میگیره. عظما دنبال نظام یک دست بود، حالا نوچه های عمامه‌دار خودش از نفوذ و جاسوسی تو نظامشون مینالن. امنیت از هر چیز لازم تره. همه مسئولیم، همه باید هوشیار باشیم، همه باید مراقب باشیم. ببینیم که احیانا عناصر ناشناخته، عناصر فتنه‌گر، عناصر مزدور، عناصر نفوذی، عناصر جاسوس کجا، کی، چی، چگونه، مسلح، غیر مسلح، همه جا همینطوره. البته دوره حواس جمعی تو نظام گذشته، اینا هوشیاریشون هم یه چیزی تو این مایه هاست. تو این اوضاع گاراشمیش این حجت الاسلام گلابی هم پیدا شده تا با این حرفا به بسیجی های وارفته روحیه بده و در صورت ضرورت و که ما تقاضامندیم از مقام عظمای ولایت که جریان این سلاح هسته‌ای را مقدمات رو فراهم بکنن، چون وقتی که این رژیم صهیونیستی داره سیاست اون بمب‌های هسته‌ای خودش رو میده، میگه ایران میتواند، اسرائیل میتواند ایران رو به عصر حجر برگردانه که چنین غلطی اگر کرد ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، انشالله اسرائیل نابود هم خواهد شد. عظما هم در پاسخ به این تقاضا از جدیدترین سلاح اتمیش تو راهپیمایی مسخره موسوم به روز قدس رونمایی کرد. بسیجیایی که دنبال انتقام سختن زیاد به خودشون فشار نیارن، اینم یه چشمه جدید از انتقام سخت عظما. هی شروع کرد دوباره صدا زدن، هی صدا میزد دیگه، ما رو به اسم صدا میزد، یعنی به اسم ایرانی وارشیپ صدا میزد دیگه. من حقیقت کلافه شدم، این گوشی رو برداشتم خیلی محکم دیدم که شاتم، بالا البته ادامه‌ای هم داشت اینجا، معذورم نمیتونم بگم، اختیار ده منو ببخشید عزیز. طوری من این شاتاور رو به اون گفتم، من خودم هم ترسیدم از خودم، گفتم بابا چرا یه دفعه ما عصبانی شدیم در ما این میشه الان ببینیم عصبانیتتون رو، مثلا همین شاتاور رو به ما بگین چجوری گفتین؟ آخه اصلا باورم نمیشه اینقدر خوشخنده عزیزین. نه داریم به اون رژیم منحوس میگیم. من گوشی رو گرفتم، من این ور بودم دیگه، پشت دستگاه چیز بود. خود بچه‌هام تعجب کردن که من یه دفعه اینجوری مثلا پشت رادیو اینقدر بد صحبت کردم. گوشی رو که گرفتم گفتم شات اپ، حالا بقیه‌اش ببخشید دیگه باید سانسور کنم بود. این یکی هم که دید بازار گمپز گرمه، یه چنین گمپزی در کرد. دشمنان بدانند میلیون‌ها نفر مجاهد مبارز آماده رزم فقط منتظر یک اشاره فرماندهی کل
قوا هستند و اگر اشاره‌ای بشود دیگر در نقشه جهان کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت. احتمالاً مراسم ساندیدن عظما از لشکر میلیونیش یه چیزی تو این مایه هاست. حالا دیگه نفرت عمومی از عظما مرزهای جغرافیایی رو هم رد کرده و مردم منطقه هم اینطوری ازش پذیرایی میکنن. سقط وعندنا اخبار جابوا لنا نجف قبره النجف بسم الله نجفنا بارك الله فيك جابوا النجف بس راح نسال عليه دول الدفانه ابو المصيبه راح نسال. این هم یک کلیپ کوتاه که کاربران فضای مجازی برای پاسدار سلامی ساختن. اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام ترک و پشم شما را به باد می‌دهد. تهدیدات جدی ما جنگ لفظی نمی‌کنیم. همه چیز را به میدان عمل پیش می‌رسیم و این و قدرتمند. پاسدارا قرار بود برن کرک و پشم دشمنان رو به باد بدن، اما مأموریتشون کنسل شد. مشنگستان این هفته رو با حرفای این شارلاتان مشنگ شروع میکنیم که میخواد ثابت کنه پول بده و مردم به همین نداری و فقر راضی باشن. من به غیر از برند چیزی نمی پوشیدم. من به غیر از رستوران لاکچری جایی نمی رفتم. من دوبار توی اون زندگی خوشگل خودکشی کردم. من آقای قاسمیان مالم خوب بود، حالم خوب نبود. زندگیم خوشگل بود مثل زندگی خیلی از شما. چرا سر تکون میدید؟ شما هم همینطور، شما هم دنبال همینین. شما هم دنبال این که پولاتون رو زیادتر بکنید، بعد خونه هاتون عریض‌تر بشه، نمای خونه هاتون خوشگل بشه. من ته آرزوهای شما، من آخر آرزوهای شما. من رفتم، من مثل یک معتاد بهبود یافتم که ترک کرده داره برای شما حرف میزنه. من رفتم، ته هیچی نیست. این داستانی که تعریف کرد اولش خوب بود، اما آخرش یه چیزی تو این مایه بود. خلاصه این که به مردم که میرسند براشون از این نسخه ها میپیچن، اما مهره ها و آوازاده ها و مجری های خودشون از یه طرف اینطوری پاچه خاری عظما رو میکنن و از اون طرف از کانادا سر در میارن. خوب هستی؟ تعطیلات سال نو در کانادا خوش گذشت؟ در خدمتتون هستم. بفرمایید. همسر شما برای ویزای کار اقدام کردن در کشور کانادا. یا قصد دارید برگردید به کانادا؟ جناب احمدی، شما چرا کشور کانادا رو که از نظر جمهوری اسلامی یک کشور متخاصم هست برای اقامت خودتون، همسرتون و فرزندتون انتخاب کردید؟ نظرتون راجع به کانادا چیه در مقایسه با ایران؟ ایشون داره به من تهمت میزنه، حرفای بدی میزنه، ایجاد استرس میکنه. من تمام این صحبت رو، تمام این مکالمه رو دارم ضبط میکنم. الان 3 دقیقه است که من دارم از همسر شما سوالاتی میپرسم و شما میفرمایید که من حرفای بدی به شما میزنم. آیا همسر شما به معنویت رهبر جمهوری اسلامی باور دارند؟ بسیاری از مردم ایران خیلی مشتاقن که بدونن شما نظر واقعیتون راجع به جمهوری اسلامی چی هست؟
این هم یه چشمه از بخورای سیستماتیک تو نظام ولایت. پشت بابک زنجانی که بوده؟ هیچ کس نفهمید. بنده ای که در اون موقع رئیس ستاد مبارزه با مفاسد بودم متوجه نشدم. آقای زنگینه که اینجا تشریف دارن وزیر نفت بودن متوجه نشدن. اصلا یه جوری شد انگار که بابک زنجانی یه تیم مسلحی بوده حمله کرده یه جای 2.7 میلیارد دلار برداشته. آقا 2.7 میلیارد دلار بهش دادن. کی داد؟ برخی افراد من میشناسم در مقامات بالا پرونده هایی دارن که در برخی از دستگاه میگن پرونده هاشون به توناژ تبدیل شده. از اون طرف جوانای زحمتکش ایرانی حتی شوخی هاشونم رنگ فقر و درد داره. از دنیا بی خبر اومده اینجا نوشته که از دستکش استفاده کنید. نمیدونه که ما دستامونم داریم با همین میشوریم. این هم یه نمونه دیگه از وضعیتی که کف جامعه در جریانه. سلام آقا، خدا بگیره شما ماشین رو نگاه کن. این ماشینی من. خب این ماشینی منه. خب بچه آمدم پسر آمدم بخدا تو پارک فوتبال کنیم. خب این ظاهر نمیخوام اول ظاهری ماشین رو ببینی. این ظاهری ماشینی ما. این ظاهری ماشینی ما. اینجا نگاه کن حتی دوز اومده. تو رو نگاه کن. دوز زده به این ماشین. ضبطو برداشته برده. دوزی بی معرفه. تو اومدی تو این ماشین خجالت نکشی دستی اومدی سمت این ماشین. حالا اومدی بی در این جاره هم وا کرد. این مشنگ و دوله هم اراجیفش ته کشیده رفته سراغ احکام دزدی. برید دزدی یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره. یعنی چی آقا؟ مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر. خونه هم خالیه. این 6 بکن 6 و نیم نمازتو بخون بعد برو. یکی از این دزدا پاسدار زاکانیه که میخواد برای قبل و بعد دزدیش تو پارکا مسجد درست کنه. اینم جواب یکی از ریزشیا بهش. آقای زاکانی تمام مشکلات تهران حل کرده، حاشیه‌نشین‌ها رو حل کرده، خاط و خواب‌ها رو حل کرده، بحث ترافیک حل کرده. الحمدلله بعد اینها میخواد 34 تا مسجد تو پارک‌های تهران بسازه. مؤمن خود این حرکت‌های پاپولیستی چرت چیه؟ ما الان مشکل مسجد داریم یا مشکل نمازخون داریم؟ ما با رفتارهای خودمون رو مردم رو بیدین کردیم، مردم رو از نماز فراری دادیم. برای چی میخوام مسجد بسازیم؟ مگه پیامبر نفرمود که تو آخر زمان مساجد مجلل به وجود میاد در حالی که هیچ نمازخونی داخلشون نیست؟ الان قضیه ما همین شده. الان ما 85,000 مسجد داریم. آمار میگه که بالای 70,000 تا اینا یا بسته هستن یا تقریبا در حکم بسته بودن هستن. 10 نفر 5 نفر نمازخون داریم داخل اینا. ما مردم رو از دین فراری دادیم. الان جوونا شغل ایجاد کنید، این پولا رو برای ازدواج جوونا خرج کنید. بس دیگه مردم رو سلطه کردیم.